دوستان عزیز، هموطنان عزیز، برای ما شما مقدسترین جزئیات چی است؟ اگر مادر نمیشد ما شما در همین تالار بودیم؟ همه خلق ملت ها پیغمبر حضرت محمد را مادر زن به دنیا آورد. پیغمبران و صحابه همه روی انسان را زن مادر می آورد. ما میبینیم که در بعضی کشورها چقدر بی‌اعتنایی نسبت به مادران است. چرا؟ برای چی؟ ما چرا دوست نداریم؟ با تاجیکان در عرفیان میگویند وقتی انسان را پدرش از دنیا گذشت میگویند که نیم یتیم شد. وقتی مادرش گذرد اگر باشد میگویند یتیم شد. هر کدام ما خردسالیتان را به یاد بیارید در آن وقتی که عقل صاحب عقل گشتیم چگونه از مادر مهربانی شنیدید، چگونه مهربانی شنیدید، چگونه غمخواری دیدید. آن سخنانی که مادر به فرزند میگوید، آن مهربانی که مادر به فرزند میکند یگان شخص دیگر کردن. من این سخنان را برای آن گفته ایستادم، مثلا به جوانان، به مردها، جوان مردها نسبت به بانوان، نسبت به زنهای خود، نسبت به مادران خود، نسبت به دختران بی‌اعتنایی نکنید، بی‌حرمتی نکنید. دخترکان خردسال آنها آینده مادر میشن. آنها هم انسان هستند. آنهایی که پدر و مادر ندارن، برادر و خواهر و اپا و دیگر دارن، همه وقت فرزندی پدری را فراموش میکنند. اکا و دادری را فراموش میکنند. اپا و خواهری را فراموش نکنند. و مردان، پسران همه وقت بعد سر پدر و مادر از حال و احوال اپای خواهران خود باخبر شوید. چون که آنها زن هستند، آنها مادر هستند، بسیار برادران خود را دوست دارند. آنها هیچ چیز زیاد طلب نمیکنند. یک مراتب در شکشاده در آمدن برای خود بس است. دیگر هیچ چیز زیادتی طلب نمیکنند. از صد سوزنداروی طبیب یک مراتبه به خانه اپا و خواهر در آمدن برادر این هزارها بهتر.